خوش اومدید به یه چالشی که توش نمیدونم اصلا قرار زنده بمونیم یا نه. رفیقام کلی چالش‌ها مرگوار واسم گذاشتن. بریم ببینیم که این چالش‌ها زنده میتونیم بیرون بیایم یا نه. Let's fucking go. خب اون چالش‌های مرگباری که بهتون گفتم بچه‌ها آماده کردم تو همش توی این کاسه است. میخوام رندوم بردارم که ببینم آقا چیه توش. واقعا قصد جون منو داری؟ میخوای جون منو ازم بگیری؟ بفرمایید. چرا دست با احتیاط بردار فقط چون ممکنه اتفاقای بدی بیفته. واقعا قراره چیکار بکنید؟ نه اوه فرق داره. راننده جو ابوالفضل رانندگی باشه آخرش چی افتادی؟ وای بریم صندلی باز. اصلا امکان پذیر نیست این داستان. اگه همش همینقدر سخته که من نیستم. وایسا آروم. چرا آروم باز کن چون خطرناک. اینقدر خطرناکه اصلا ممکنه زخم بشه دست. به ما میگن شیاطین سرخ. رانندگی بدون دست. آقا خب اوکی مثل اینکه ویدیو قراره که به مرگ من ختم بشه بچه‌ها. خلاص لایک کنید دیگه چون قراره بمیرم. اگه قراره بمیرم تا لایک کنید که ویدیو لایک هم بگیرید. ببین سخت ترینش کدومه؟ هنوز نیفتاده داداش. پس سخت تر از اینم هست. شاید هم نیفته نمیدونم. آقا چالش بعدی. چالش بعدی. حالا اونی که من دوست دارم شاید بیفته. اصل داستان اینجاست. اصل داستان بین این دو تاست. بله. من میخوام اینو بردارم. بیا اینجا. چی بود؟ رانندگی با چشم ویدیو رکورد می‌کنم. آله بزن بریم. رانندگی با چشم بسته. من همینجوری کورم نمیبینم. خیلی بدتر. چالش‌ها رو انجام بدیم که آقا این قراره بمیری. پس ویدیو لایک کن، سابسکرایب. آقا چالش اول اینه که باید بدون دست رانندگی کنیم. اصلا مگه میشه؟ بله. نمیدونم آقا چالش شماست یا ما چرا باید اصلا اگه من چالش من بمیرم. من بمیرم. بویا من ترسیدم بغلم کن فقط. من بمیریم. چرا من تکی بمیرم؟ چالش شماست. من اصلا هیچ ایده ما می‌خواستیم تو رو بکشیم. احمق. کسی بخواد منو بکشه بعد با من کشته شه. میگیری چی میگم؟ تو ویدیو رو لایک کن. فهمیدی چی گفتم؟ بله آقا کمربند خیلی ما رو بکشی میخوای کمربند ببند. بویان کمربند. چرا من میترسی بمیری؟ دستم نترس. اتفاقا چون با تو هم میترسم داش. نداره. تو مال منو بگیر من مال تو رو میگیرم. برو بریم. امنیت حرف اولو میزنه تو یوتیوب فارسی. بریم. تو یوتیوب با چی میخوای رانندگی کنی؟ این چالش کدومتون نوشته؟ من عجب آدمیه. من الان با دندونم میتونم دندون جزء برو نری تو جدول. الان واقعا اونایی که با پا رانندگی میکنن چجوری ترمز ندارم الان. من میگم میخوای کفشتو در با شست پات بگیر. راست میگه خفم. امیرعلی ترمز میام واقعا خطرناکه. بگیره من الان میمیرم. امیررضا پامو بکن. امیررضا گم شو کثافت. صاحب درش پا برنش. اصلا ربطی نداره. با یه پا فرمونو بگیر با یه پا ترمز. با کلت رانندگی کن. خیلی سخته. چرا واقعا سخته. چرا باید اصلا ترمز بگیره چی؟ صندلیش متحرک شهره داریم تو جدول چیکار؟ تو مگه برو وای نستا آقا این کوچه رو برو چپ این برو چپ برو چپ میشه یه فرمون بزن. چرا نمیره به فرمون و دنده که به دستی و اینا دسترسی دارم. اوکی آره فقط به فرمون نه حاجی نمیریم ما. وای نه نمیشه به قرآن نمیشه. زیاد چرخوندی به نظر. نه اندازه که اینا رو مینوشتیم باید به جون خودمونم فکر کنیم. نمیدونستم چالش این قراره ما رو بیاره تو چالشش. چرا ما باید وای میشه برو فرمون رو نگه دار نذار بچرخه. نه انشالله که خیره حاجی. ببین اگه نذاری احتمال مرگ خودتونم میره بالا. آره برو. چی تکرار کن با من. میره بالا. اوه نمیشه. وای برو سر بالایی. اونور بگیر. چپ. آقا یعنی کمربند من هر وقت ترسیدم دست من. ادیتور داره میمیره. امیر این ماه حقوقتو اضافه میکنم. هر کی نکنه. اصلا تو اگه حقوقش نه امیرعلی میده دیگه. بچه‌ها تندشون خیلی امروز فرم شده. چون به نظرم اینجوری. برو رانندگی تو. هم گاز بدم. برو همینو مستقیم. گاز بر من. برو یا علی. بچه‌ها این کارو خدا خونه امتحان نکنید به هیچ عنوان. الان دست کردی؟ دست نداره. دست تو کردی؟ چپ. بابا این دندرم باید با پات بدی یا
بارون وای آجی دارم 180 درجه. بارون زد. شما چه برو. کار میکردی پسر؟ وای دل فرمون برگشت. من هیچ کاری نمی‌کنم. هیچ فرمون کاری برگشت. نمی‌کنم. فرمون داریم میریم تو برگشت. جدول. داریم میریم تو فرمان بده این ور. جدول. داریم میریم تو جدول. اصلا آفرین. داریم میریم. وای مستقیم بری راست. میدونی که داریم میریم تو جدول. میدونی که باید مستقیم بری راست. مستقیم راست چرا؟ مستقیم راست؟ برو بریم راست. آجی. برگرد. واقعا ترسناک‌ترین اتفاق زندگیمه. سال شد نگاه از کن. اتاق فرارم بدتره. یا اولفر هوا رو بگیر. آروم برو. آروم آقا رسیدیم نوبت چالش دوم. چالش دوم اینه که پویان صندلی ماشین رو از ماشین در میاره یا ابوالفضل یا خود خدا یا خود امام جعفر یا ابوالفضل. آقا الان من باید بدون صندلی رانندگی کنم. از روسم بابا دهنت. الان ماشین از رود رد میشه. الان هوا خوراک چیه؟ خوراک اینه که بشینی یه چرت بزنی. آقا بشینی چرت بزنی ولی نه صندلی من تو ماشینش در بیاری. بچه واقعا رفیقای احمق داشتن هم حالی داره ولی خب دیگه امکان داره بهتون ضرر مالی زیادی هم بزنن. بریم دیگه چالش رو انجام بدیم. امیدوارم که زنده بمونیم. به نظرتون بچه اینجوری بهم پا میدن؟ بچه ها این کار رو به هیچ وجه تو خونه امتحان نکنید چون احتمال مرگتون خیلی زیاده. این کار رو اصلا نکنید. الان من جلومو نمیبینم اصلا جلومو نمیبینم. من به نظرم پیاده شیم. نه با هم میومدیم چون چالش ایشون بود. به نظرم که رانندگی کردن اصلی بچه اینجوریه. شما اشتباه رانندگی میکنید. کی صندلی میذاره؟ اصلا من خودم به خودم اعتماد ندارم. تو چجوری بریم؟ راهنمایی میکنید واقعا نمیدونم. آقا بریم؟ بریم؟ بریم. آقا دیگه مامان اگر منو ندیدی بعدین بدون که تقصیر بچه هاست. تقصیر پویان و امیررضا است. مثلا تصمیم گرفتم بکشم من چون حقیقتا من یه فکری دارم. 2 تا چالش دیگه مونده بود از چالش من و امیررضا. با هم دیگه به توافق میرسیم یکی از این چالش‌ها رو میگیم بهت. قراره سخت‌ترش کنیم. میکسش میکنیم با همین چالشی که الان داریم. قراره ترکیبی بزنیم. اصلا نظری ندارم چون که شما دارید با جونتون بازی میکنید. جونتون رو دارید میسپرید به دست من. من هر چیم بشه تو باید پاسخگو باشی. داداش من اگه بمیرم کی قراره پاسخگو؟ برای چالش بعدیه دیگه این دیگه. نخیر میکس میکنتش با آقا یه دقیقه داشت داری الو آقا ما اصلا چالشمون یه چیز دیگه بود. بچه‌ها دارید چیکار میکنید؟ حالا میتونی رانندگی. نه. حالا معلومه اصلا نمیتونم چرا الان میتونم. بچه‌ها هیجان انگیزتر بشه. دارید با جون خودتون چیکار کردی؟ واقعا هیچی نمیدونم. الان عدد بهم نشون بده. این چند تا؟ کی کدومو بگم؟ این چند تا؟ این چند تا؟ رو هم دیگه 4 تا. این چند تا؟ یکی. آفرین. آجی میبینه. واقعا یکی بود؟ نه واقعا. این چند تاست؟ نه واقعا. نه حالا بیشوخی یه دقیقه. نه واقعا نمیبینم. نه واقعا نمیبینم بچه‌ها. به خدا نمیبینم. بابا خفه شو میگم نمیبینم. آقا من هیچی نمیبینم. الان فرمون کدوم طرفیه؟ ماشین داره میره؟ آره. چراغ ماشین تو روشن کن. کدوم چراغمو؟ چراغ جلوت دیگه. فلاشه رو منظورته؟ چراغ جلوت. خب بیا. داداش من که جایی رو نمیبینم. چه تاثیر؟ فلاشه رو روشن. الان صافه؟ آره. به چپ یا راست؟ الان صافه. این همینو برم؟ آره. راست و چپ نکن برو. پاتو ورد. بابا بردار. خب. برو. وای پویان میتونی آدم باشی تو این ویدیو چون من واقعا عکس نمیام واقعا میرینم تو خودم. اتاق فرار. بچه‌ها هیچ وقت این کارو واقعا امتحان نکنید به هیچ. برو داداش تو چرا فکر میکنید؟ درم ماشین بازه رفت. مطمئنم رفت. یک داداش برو دارم میترسم. برو. کیه پویانه؟ پویان داری چیکار میکنی؟ خب الان برم؟ چرا در من بازه درش باز نیست که چی؟ بابا در من یکی باز کرد. ببین به قرآن من فقط خوام این ویدیو رو ببینم کی ایده تو این کره این ویدیو رو ببینی چی؟ مستقیم برم؟ آره پویان تو مگه پیاده نشدی؟ خلاص کن خلاص. برو آره دیگه برو. بابا ترمز نزن مستقیم برو. وای پویان
پویان بعد ویدیو میبینیم من و تو. بابا امیررضا بود. امیررضا اصلا رانندگی بلد نیست. من باری کردم این بازی کن. درست دارم میرم؟ آره برو دیگه. دارم حسی میرم و حس شیشم هم با هم قرار. میدونم. اوکی برو. باور کن نمیبینم. میدونم. وای واقعا استرس داره بچه‌ها، خیلی همش احساس کنم قراره بخوریم به جا. بچه‌ها اصلا حواستون به جلو هست؟ آره برو. چرا من احساس میکنم همش قراره به جایی بزنیم؟ بابا راهنمایی کن. راهنمایی کن. الان مستقیم برم؟ آره راهنماییش کنیم. آره. این چالش بسته دیگه بیا. همینو با چش باز. با چش باز با چش باز. حاجی حست چیه واقعا؟ دو سه بار میخواستم که پویانو بکشم. حاجی واقعا میخواستم پویانو بکشم. بدی کردی پویان. راست میگه صندلیو نبرم. حاجی وای بابام شب خونه رام نمیده. و فکر کن اینا برن روش بشینن. وای نه یعنی چی؟ بای بای کن. یعنی چی بایی برو بیا برو. برو. داداش چرا فکر میکنی کار آسونیه واقعا؟ من الان ماشین سهیل رو نمیبینم. برو اوکی. چپم بود. هی. نوکرم. بچه اینجوری میتونم نه تو ویدیو. سلام. پویان یکی از یه دونه بزن. پویان یکی از ایگنور ترین آدمایی که تو زندگیم، یعنی الان بمیرین هم ایگنوره. آره واسش مهم نیست زیاد. خیلی ایگنوره. چرا؟ خیلی ریلکس ترین آدم. تو اوج ریلکسی یه سری شوخیایی میکنه. اگر دوست دارید پارت بعدی همین ویدیو همگی با هم بمیریم ویدیو رو لایک کنید. بچه‌ها اگر این ویدیو بهتره که پارت 2 این ویدیو رو با بنز یا بی ام و یا یه ماشین خیلی خفن میگیریم و اینکه کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید تا یه ویدیو خفن دیوونه کننده دیگه. بله. آقا اگه دوست دارید شد یا نه؟ سرویس شد. اگه بازم دوست دارید دهنشو سرویس کنید لایک کنید.